بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم آمین. شب وجد است و سرور و شب پیدایش نور و شب عشق و شب شور و شب جشن ملک و آدم و حور و شب میلاد بتول است که تنها گهر بحر عقول است و یا روح که ما بین دو پهلوی رسول است. امشب شب ولادت لیلة القدر آفرینش، بهانه خلقت، محور اصحاب کسا، بانوی دو سرا، النجبا، شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امشب رو که روشن‌تر از 1000 روز به محضر آخرین فرزند معصومشون، به محضر رهبر عزیزم و به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و یه تبریک و تهنیت و شادباش همچین مخصوص و کادو پیچی شدم به همه مادران و زنان مهربان و فداکار سرزمینم از عمق وجودم. عید شما مبارک. خوش آمدید به یاد خدا. شب میلاد زهرای بتول است. به 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 امشب شب میلاد زهرای بتول است. ز یمن او دعا امشب قبول است. شب فیض و شب قرآن، شب نور. شب فیض و شب قرآن، شب نور، شب اعطای کوثر بر رسول است. جانم به حضرت کوثر، خدا به پیغمبر، به حضرت اشرف الانبیا خاتم الانبیا خیر کثیر عطا کرده مردم. فقط خدا میدونه که چقدر امشب نبی خاتم خوشحالن. انشاءالله که به خوشحالیشون، به شادمانیشون دل همه مردم دنیا، مخصوصا مسلمانای دنیا شاد بشه در تعجیل، در فرج آخرین فرزند معصوم حضرت زهرا سلام الله علیها هر چه زودتر اتفاق بیفته و ما ببینیم و عیدی ما امشب و فردا انشاءالله همین باشه. با همه وجودم یک بار دیگه به همه شما تبریک میگم به 2 امامزاده واجب و تعظیم و لازم و تکریم در این حرم باصفا، یعنی حرم امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام. با همه وجودم تبریک و شادباش عرض میکنم. شب ولادت مادرشون و مادرمون رو به اعتبار انا و علیون ابوا هذه الامه پیامبر، امشب شب ولادت مادر هممون هم هست. تبریک ویژه عرض میکنم. ما نایب الزیارتون هستیم انشالله که شما هم خیلی زود مشرف بشین. خب خدا رو شکر که در این شب پر سرور و پر نور و پر خیر و برکت ما خدمت استاد کفیلم هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. عرض تبریک و تهنیت. سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همه عزیزان بینندگان بزرگوار. خدا کنه که دلها همه شاد باشه و این شیعیان ما خلق شدن از من فاضل تینت ها عملا محب این شبها دلش خوشه و انصافا تولد صدیقه اطهر یک هدیه به همه عالم. همینطوره، یعنی آمدن چون پیامبر رحمتا للعالمین، انا ارسلناک رحمتا للعالمین، تجلی این رحمت فاطمه اطهره. یعنی همه عالمیان، همه جهانیان از فیض وجود نورانی حضرت زهرا بهره مند شدند. ای جانم، ای جان. کما این که خب مسلمانان، شیعیان، خوبان بالاخره، اما این اختصاصی نیست، این انحصاری نیست. هر کسی به هر مقدار این دریچه قلبشو بگشایه از این نور بهره مند میشه.
زهرای مرضیه نور عالم هستی است، زهراست و این نور رو به طور معمول هرچه پیوندمون محکمتر باشه، دریچه قلبمون رو بگشاییم بهره مند میشیم. حقیقتا شب خوبیه. این که میفرمایند انا اعطیناک الکوثر، بله. ما به تو کوثر عطا کردیم. اصلا لحن، حالا من بیادبی محضر شما، ولی احساسم اینه لحن این آیه لحنی انگار خیلی خدا با مباهات و با یه حالتی که مثلا یعنی یه اتفاق خیلی عظیمی رخ داده. پیامبر ما به تو کوثر عطا کردیم خیلی کثیر. حالا تازه آتیناک نیست، اعطیناک است و خب خودش همه بحث داره. یعنی انصافاً یک عنایتی به عالمیان شده و خب خیلی خوب باید تبریک گفت مادران به زنان عالم. بله. و خیلی خوشحال باشند که واقعا خانم هستند و این روز هم روز مادر، روز همسر و روز زن به تعبیری خیلی بهتری، خیلی جامع‌تر. روز زن یه وصف خیلی کامل تره. اگر دختر باشه، روایت داره دختر هر روز 12 برکت وارد خانه میکنه. بین فرزند دختر و پسر، فرزند دختر برتری بیشتری داره. این مبنای دینه. چه این ادبیات آمده و زمانی که دختر زنده به گور میکردن، به دنبالش حق زن بر شوهر حق زیادیه. یعنی عملا حقوق زن برای شوهر خیلی حقوق زیادیه. آقایون ما باید خیلی مراقب باشند که خدا نکرده کوتاهی نکنن، گرچه همسران عزیز بزرگواران باید این مراقبت رو داشته باشه. و باز بین مادر و پدر، مادر اولاست. یعنی اگر ما همین امشب میگیم یا زهرا و دل خوشیم که سفره نشین زهرای مرضیه و فرزندان بزرگوارشون سلام الله علیهم هستیم، امام صادق علیه السلام فرمودن من وجد برد حبنا علی قلبه فلیکثر دعا علی امه. هر که دید عشق ما اهل بیت رو داره، به مادرش باید زیاد دعا کنه. یعنی بین مادر و پدر، باز مادر، او کسی که خیلی گناه کرده بود، پیامبر بهش گفتن هل من والدیک احد حی؟ قال ابی. پیامبر فرمودن از پدر و مادر کسی زنده هست؟ گفت بابام زنده است. فرمودن اذهب فبرو، برو به پدر نیکی کن گناهت بخشیده میشه. نقل نداشت از مسجد بیرون میرفت، پیامبر فرمودن لو کانت امه، کاش مادرش زنده بود گناهش بهتر بخشیده میشه. حقیقتا جنس زن در دین مبین اسلام بهش توجه شده، عنایت شده، جایگاه ویژه‌ای داره و خدا کنه اگه روز زن میاد زنانمون رو مدل اسلام باهاشون برخورد کنیم. الگو از غرب نگیریم. ما خودمون الگو داریم، ما خودمون تمدن داریم، ما خودمون قانون داریم. لازم نیست که ادبیات غرب به ما تعلیم بده با دخترانمون چگونه برخورد کنیم. دختر در دین مبین اسلام آزاده، دختر در دین مبین اسلام حره، اینجوری بگم در و خداوند متعال او رو حر قرار داده که این حر بودن مقدمه عبد بودنه، مقدمه بندگی، مقدمه سلوک، مقدمه رشد. خدا او رو اسیر لهویات قرار نداده، خدا او رو اسیر مسیر طاغوت قرار نداده و تو دنیای غرب آمدن جنس زن را با نام آزادی اسیر کردن. گفتند آزادی اما او رو اسیر کردند. زن آزاده اما آزادی است که این آزادی است که از وساوس شیطان، از حرکات شیطان تا بتونه انشاءالله بندگی خدا رو تبریک باید گفت. من دلم میخواد
ابتدای برنامه حالا طول کشید عذرخواهم. نه خواهش میکنم، جا داره. امشب شب ولادت از حقیقتا ما باید تبریک حقیقیمون رو به مادران شهدا، آخه به همسران شهدا، به دختر خانمایی که فرزند شهیدن، فرزند جانبازن، ایثارگرامون. یعنی عملا این روز رو باید به اونها تبریک بگیم. یعنی همسرانی که خب شاید امروز خیلی ها کنار، امشب خیلی ها کنار شوهراتشون، زن و شوهران، حالا ولی هر چه داریم، یعنی اگه شادیم، شادی میگیریم که شادی بگیریم، که شاد باشیم، که شب تولده، که شب شادیه، همه اینها رو باید داشته باشیم. ولی یادمون نره که یه عده‌ای قدم برداشتند تا نام فاطمه زنده بماند و ما مدیون ایناییم. یه عده‌ای جون دادن، وجود دادن، به تعبیری عده‌ای جان دادن، وجود دادن، قدم برداشتن، حرکت کردن تا نام زهرای مرضیه عالم رو فرا بگیره و ما حقیقتاً شرمنده خانواده این عزیزانیم و آنها که در میدان رزمیدند مادرانی داشتند، همسرانی داشتند و خوب گذشته ایثار کردند و رفتند. سلام. من یه 2 بیت تقدیم بکنم، یه فاصله بگیریم، برگردیم ببینیم خدا برامون چی رقم زده. حالا اگه دوست داشتین بازم از بیبی بشنویم، اگه نه بریم بحثمون که صحیفه سجاری هست و دعای 14. گفتش که یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اشک در دیده ترم باشد، شب میلاد مادرم باشد. ای عزیز رسول یا زهرا، عشق تو روح پیکرم باشد. جان من را اگر پذیرایی، هدیه روز مادرم باشد. آخه الهی که خیلی خیلی مبارکتون باشه مادران عزیزم، مخصوصا فرمودن آقای کفیل عزیز، مادران شهدای عزیز و گران قدرمون، این چشم و چراغ ملتمون. خیلی خیلی به شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که چشم هممون روشن بشه، منور بشه، پر نور بشه به دعای مادران شهدامون، به برکت مقاومت، جبهه مقاومت، مادران غزه، لبنان، فلسطین، به دعاهاشون چشممون زودتر روشن بشه. عیدی ما فرج امام زمانمون حضرت منتقم اروان له الفدا باشه و شادیامون با شادی ظهورشون تکمیل بشه. یه جمله دارن امام سجاد در دعای 4، در دعای 2 صحیفه: الحمدلله الذی من علینا بمحمد نبیه صلی الله علیه و آله و سلم دون الامم السابقه. به تعبیری همیشه خدا رو شکر کنیم که امت نبی خاتم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله الحمدلله. یه گام بیایم جلوتر، انصافاً همیشه خدا رو شکر کنیم که محب زهرای مرض. الحمدلله رب العالمین. ما جز محبینم بنویسن، انصافاً جز دوستدارانم بنویسن. و تو صحرای محشر وقتی بیبی عالمیان میایستن و شفاعت میکنن و گروهی انتخاب میشن، روایت مفصله، خدا کنه ما هم جز انتخاب شوندگان باشیم. خدا کنه جدی به گونه‌ای زندگی کنیم که بتونیم تو اون دنیا مشمول شفاعتشون باشیم. آره ما 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، بذارید دیگه این برنامه رو تمام و کمال درباره حضرت زهرا سلام الله علیها بشنویم و استفاده کنیم و حظ ببریم. اختیار دارید و استفاده بکنیم. فرمودید واقعا جز آرزوهای هممونه که مورد شفاعتشون قرار بگیریم. اون صحنه‌ای که ترسیم کردن از فردای قیامت که حضرت زهرا با چه جلال و شکوه و جبروتی وارد میشه، سرها رو بندازید پایین. چرا؟ چه خبره مگه؟ ناموس خدا داره وارد محشر میشه. جیبه. حالا الگو گرفتن از زندگی اهل بیت یه محورش اخلاقه. ما حقیقتا حدیث کسا رو که ببینیم
نوع تعامل حضرت زهرا با فرزندانشون چه تعامل اخلاقی قشنگیه، دیالوگ با پدر، گفتگو با همسر. من 2-3 روایت رو اشاره کنم. عملا حالا به تعبیری روز مادر میشه، همسر میشه، روز زن میشه. ببینید ما در روایت داریم که بعد از ایمان بالاترین نعمت همسر مداراست. بعد از ایمان ولایت امیرالمومنین، یعنی نعمت والا همسر مداراست. اگر مردی با خانومش مدارا کنه هر روز اجر 100 شهید رو داره. هر روز. الان من یه کار خوبی انجام بدم میگن اینقدر ثواب بهت میدیم، ولی اگه در سال 10 بار زمینه بد اخلاقی پیش بیاد مدارا کنم، سال 12 ماه هر روز اجر 100 شهید بهم. این چقدر تفاوته. خانمی که با شوهرش مدارا میکنه هر روز اجر 1000 شهید رو داره. عجیب روایت. یعنی عملا هر روز اجر 1000 شهید رو داره. چه کرده؟ مدارا کرده. باز در روایت داریم. جالب روایات رو ببینیم انصافاً. اگر ما حسنین رو میبینیم سلام الله علیهما و اهل بیت رو میبینیم، این خلق نیکوی وجود نورانی امیرالمومنین، اخلاق وجود نورانی حضرت زهرا، این اخلاق هم تو خانه ها بوده. ما هرچه پیوندمون با هم بهتر باشه، صمیمی‌تر باشه، این عشقمون عشق واقعی باشه، مدارا کنیم، تحمل کنیم، گاهی اختلافی هم پیش میاد، تندی و غضب نباشه، به رضایت امام عصره. اصلا خود از زهرا روایتشون هست که فرمودن بهترین شما کسی است که با مردم مهربانتر، ارزشمندترین شما کسی است که با خانواده‌اش مهربانتر و با محبت‌تر. بله، عملا ایمان اصلا کی مؤمن‌تره؟ مؤمن‌تر کسی که نسبت به خانواده‌اش خلق خوبی داشته باشه. این درجه ایمانه. باز در روایت داریم پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان جبرئیل اینقدر در مورد همسران به من سفارش کرد که تصورم این بود یا انتظارم این بود که آیه نازل میشه فلا تقل لها اف، حق نداری به همسر دیگه اوه بگی. چگونه ما در مورد پدر داریم، در مورد همسرم آیه نیامده، اما روایت پیامبر